دهه خواجه اعلی در جماعت چارکوه روز 29 اپریل مکان اصلی درگیری در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان بود. ساکنان میگویند روز مناقشه بیشتر از 5 حوله تخریب شدند و خانه ضیاءالدین اعظموف مهاجر نیز یکی از آنهاست. این دودر من قریب 5 سال روسیه کار کرد، انمی 14 خانه کرد، پدولاش کردی، تمام واهاش بود. حتی من هیچ به دلم نمیسوزم کتابای قرآنش بود، کتابای قرآن سوخت. بچه ها جمع شده اومده من قرقیزاش بنزین و کرده واسطه بنزین کتالوب سر. در این حوله 6 نفر زندگی میکردند که اکثرا زنان و کودکان هستند. در اوج مناقشه با کمک مقامات به جایهای امن انتقال یافته بودند. مادرم در شهر اسفره بودن، خانه هیچ کس نبود، یگان چیز و جهاز نگرفتم، فقط یک سر و لباس داشتم، با همون گریخته رفتن. فرزندای کودکای خورد کردید، خانه هیچ کس نبود، فکر کردن خانه به سر و پا اومده همیشه سوختار کردن. از مادرم در شهر اسفره یگان شرایط نیست، پول نیست. یک رفته بینده خون داره من درقی و سپدی کرده باشم این برادرای مهربانی قرقیز بکی 11 درمه تمام علوب سر دو دسته. نظام شمس‌الدین فی 65 ساله نه فقط در این حادثه منزلش را از دست داد، بلکه حاصل چندین ساله دهقانیش نیز به کام آتش رفت. خود من زریل رسیدگیم قریب 5 تن 4 تن گندم و قریب 10 تن اضافه شولیم به من به اینها اساسی انا همین به زراعت وای مایده چیدم به بغیر این زراعتم من این اوزی بالای بوم وای میبرتون قریب 2 ساله خوک خشک میگید. انا همین چیز خوک میشد. من همین نبوره که اطراف قرقیزستان گرفته شد. قرقیزا خودش همیجان همش معلوم نشان دادگی روشونه با داشته اینه و کرم میشه. احسان سلیموف ساکن دیگری خواجه اعلی لحظه آتش دادن خانه‌اش را با صدای قرقیزتباران همسایه‌اش در ویدیوی از شبکه‌های اجتماعی دیده است. در این ویدیو نفر با زبان قرقیزی میگوید که محله تاجیکان را ویران کردند. همین همون جایی که حوض من دیدو ستون هیچی نموندگی، اما بوسرما خوشا خونه بودم اونجا. انا همین انا بینیتون انا سوخته برافت سرم اونجا. هیچی موندگی نیوزنم. این خانه کی است؟ همین خونه ما خطی پدرم اونجا زندگی میکنیم. ما اولادور صاحب 2 فرزند، پدرم مثال مادرم دودرم همینجا زندگی میکنم. در همین حال ساکنان دهه دیگری مرزی در جماعت چارکوه میگویند خسارات باشندگان سامانیان بیشتر از خواجه اعلی است. شریف نظرف ساکن این دهه زمانی که خانه‌اش میسوخت و در جای کارش پاسبانی مکتب قرار داشت و زن و فرزندانش از ترس آواز جنگ خانه را ترک کرده بودند. من همین چیزایی که ما های من همه جا سوختگی گیریم این چوکسات
سس من این های بینید همینجا چیزا سوختگی من همین تلویزیونها من همین جیوانانگی ها من همین جنگی چیزا هم سوخته ادا شدگی همین چیزی که های ادا شدگی اینه کورباس کردن دیگه نمیشه 29 تخمینا که ساعت 4 بود که من همین خانه ما جنگ که سر شد بعد جنگ از طرف من همین شهروندان همسایه قرقیزها علاوه سر دادن من همین خانه ماشینه من همین چیزهای مویا برای عمده کشته علاوه بشه اینجا به عمده نمیتونه می عمده مویا انداخته میکش من برای همین عمدگیم نه انا همین حادثه کشته نتونستم من همه چیز سوخته برم من همراهی نمیرم که همسرم 3 نفر همینجا چیزی زندگانی میکنم و در حوله دخترم خونشین این دخترم برفتگی برای همین جنگ که بودن سوختور نبودن در اینجا نه اول همین جنگ که شدن برفتگی در مهلت سوختور که جنگ سر شد بچه همین نمیرم مکتب خون پیش پدر مادرشون به همشون برفتگی ول نموندیم من اکنون میخوام که همینجا با اومدم من جای جلالم نه تا آخر عمرم اشکی نباشم من یک خودم زندگانی میکنم برای پاسپورتی کردن وطن خودم اول اوغلو در گرفت مال در نشانده اوغل در گرفت و اومده خلاص میکنم گفت بچه‌ها گذشته اومد ما دو کس اونجا عقب مونده بیاد انداخت انو دادرم هم تیر خورد من موندگی اول نه همه خونه اکو هم حوض با گذرید میبینید سوخته برفت ما دیگه جای نداریم عموما 3 فرزندم هر سهش به خونه میکردگی انا همینجا زندگی میکنیم انا ما اوغل من 2-3 مال گم یک تاش سوختگی پوچکه کش مایدیاک یک تاش انو اونجا ایستاده است یک تاش کلونش گم من نمیدونم کجا رفت اكو ضرر مولوی حاجت به بیان من خانه‌ام گوسوسیم که همش من همین محله پرسیتون خانه‌ای که بهترین خانه همین خانه‌های ما من گجا و گفتم جواب میتیم که ما که دیگه جای نداریم همین چندین ساله دخوده که یافتیم همش همینجا به صرف کردگی اكو قرض‌ها کردن که از قرض‌ها گرفته تیم چی کار که کنن آها مقامات چی کار که کنن همه ها خداشو میدونن نه که من دیگه دست پای پول و مال چیزی اینجا به دیگه صرف میکردگی ندارم هیچ من حوض گجا زنم گجا خوامیرد خواهرم گجا خوامیرد تایی نه حالی گجا میرد نیست مونده در دیگر جا یک ذره هم جامو نیست راکی میشدیم که گرانت میاد که زدن اون همه سفیداری که دیده استید همون سفیدار دزد همین خونه علاو در گرفت یگان چیز نمونده است همین خونه‌ای که حوض همین نوار به دیده استادید همه همسرهدام و قرقیزها هم رو سوختن رفتند این میبینیم که خانه‌تون خیلی کلان است مثلا حجمش چقدر بود چند خانه داشت حجم خونه 10 خونه داریم همینجا 4 اویل زندگی داریم پدرم خواهرم قطعی یک برادری دیگریم خودم صاحب 3 فرزند هستم خواهرم صاحب 1 فرزند برادرم حاضر جراحی است او چی تیر خورده از همین سنی قرقیزها تیر خورده در بالنیسه خوب است او صاحب 3 فرزند است قطعی اویلش همینجا استقامت دارد همین خونه‌ای که در نظر در نوار دیده استید همین پسش خونه با اوغلش داشتم همه را سوختن خونه حمام همین مبلو همه شرایط همین زمانوی کردیم این سال طول سالها کردیم از 2000 این جانب تا همین جانب خونه رو به همین چی رساندیم که من همین روز خرابکاری چه خیلی که دیدی استادید کارمندان تیب میگویند آن روز از جانب قرقیزها به نقلیات یاری تجاری نیز تیر کشادند و مانع انتقال زخمی های تاجیک شدند. آنها میگویند از روی قاعده جنگ به نقلیات طبی و کمک رسانها که در حادثه قوه بی‌طرف هستند تیر خالی کردن ممکن نیست.
چه خون شده است آنجا اومده اینجا رفته است بودیم که همون برنده ماشین فوجی الان چوک کوچیکاندا گفتن که همین چوک کوچیک اطراف بولو و انداخته است پای میان داشتن همونجا اسکوسی تست کردی گذاشتن اون تست کردی گذاشتن سیرامو ما اونا که زدن لخاخته شما در این ماشین شما به تیر نرسید ما به خبر رسیدیم یونم به رفت تو خبر دادیم اونا که به تو میدم همین سختی گرمی داشتن این کدام روز بود کدام روز بود روزی یکم روزی جا همه خیلی خوش شما یک بار رفته تمام همون جای زخمی ما یک بار رفتم این پیش من شوفری سکر کردم شوفر همدان بوی بودم بعدی که ماشین اومد شوفر دیگه من گفتم شوفر پیر خدا بکشیده من سوشیان گفتم من عائله برونده رفتم سن اونجا رانیوی من کشوندم این ما روز چهارشنبه خودمون نتونستیم آدمای MCS خطیمون بدم آدمای MCS بگفتن یاردم طلب کردیم کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 3 می اعلام کرد که طبق حسابهای پیشکی در مناقشه اخیر مرزی در حدود 3 جماعت اسفره 14 خانه کاملا و 2 منزل زیست قسما ویران شدند. یک انشاءات یاری رسان نیز ضرر دیده است ولی ساکنان میگویند در 2 دهه جماعت چارکو حدود 20 خانه و انشاءات ویران شده است. البته قرضا سوزوندن قرضا آباد کردن مبلغش اتیان. رئیس ولایت سوخت گفت خانه های ویران شده را تا 1 ماه دیگر مقامات تاجیکستان می سازند. شماره عمومی قربانیان در مناقشه مرزی با قرقیزستان که رادیوی آزادی معلوم کرد به 18 نفر رسید. عکس و نوارهای ویدیویی دفن گروه از آنها در اختیار رادیوی آزادی هست. تعداد مجروحان بیشتر از 90 کس گفته می شود. مقامات قرقیزستان میگویند در مناقشه اخیر مرزی 183 شهروند آن کشور مجروح شده، 36 نفر از جمله 2 کودک جان باختند. هر دو کشور یکدیگر را به شروع جنگ و خسارات و تلفات زیاد از آن عیبدار میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على